چرا فراموش میکنی؟ فراموشی یه بخش طبیعی از عملکرد حافظه ماه. یه وقتایی انقدر استرس بالا میره یا اینکه حالا فشارهای کاری وجود داره و اینا که یه سری از مسائل ممکنه که هر کسی فراموش بکنه. ولی کلاً وقتایی که خواب کمتری داریم یا اینکه فشار کار بالا میره بدتر میشه این موضوع. ولی تا جایی که روی عملکرد ما توی مسائل روزانه‌مون تاثیر منفی نذاره بهتره که روش خیلی حساس نشیم. این فراموشیه یه جورایی خوبه نه؟ چون خب خل میشیم اگه همه چی یادمون بمونه. ما تقریبا همه چی رو یادمون میمونه، ولی خب مسئله‌ای که هست اینه که این توی حافظه فوریه نمیاد. توی این انتقاله معمولا مشکل داریم که حالا باعث میشه که یه سری مسائل ما فراموش. انگار در واقع توی یه انبار بزرگی این گم میشه. ولی تو اون انبار هست. ما الان دنبال مثلا یه دستگیره میگردیم که بکشیمش بیرون. دقیقاً همینطور. من فکر می‌کنم خودم این مشکل دارم، بعد دوستام هم همین مشکل تو خونه دارن. مثلا مامان بابا میسپارن که چه میدونم در سرویس بهداشتی ببند موقعی که داری میای بیرون و من اصلا یادم میره، نه اینکه بی توجه باشم این قضیه، و خیلی چیزای دیگه هم یادم میره. دلایل فراموشی تو سن و سال ما که حالا جوونی ما خیلی در معرض آلزایمر، کهولت سن و اینجور چیزا نیستیم، چی میتونه باشه؟ دلایل مختلفی داره، ولی کلاً تایم جوونی تایمیه که خب خیلی پرچالشه، چالش‌های اقتصادی هست، راجع به شغل، راجع به تحصیل، راجع به چیزهای مختلف دغدغه فکری داریم و همین باعث خب فراموشی هم میشه. بعضی از افراد سبک زندگی ناسالمی دارن کلاً، حالا یا خواب ناکافی دارن یا اینکه تغذیه مناسبی ندارن و همه اینا تاثیر میذاره. باعث میشه که توی مغزشون اون چیزایی که اون مواد شیمیایی که مغز نیاز داره کاهش پیدا بکنه و باعث فراموشیشون میشه. خب تو جامعه امروز یه سری چیزا تقریبا مصطلح شده و قسمتی از روتین افراد رو تشکیل میده، مثل مواد حالا گل و نمیدونم اینجور چیزا که خیلی در دسترس سر، الکل، از اون طرف سیگاره. اینا به چه صورته؟ تاثیر اینا بر حافظه چه شکلیه؟ مواد مخدر کلا باعث تخریب سلولای مغزی میشه، ولی حالا سیگار و اینا کمتر، ولی مشروبات الکلی اگر که مقدار مصرفش بالا باشه باعث زوال عقل میشه و قطعا تاثیر داره توی فراموشی. حالا اینو نمیخوایم توش زیاد عمیق بشیم. ما برنامه‌ای در خصوص هم الکل ساختیم، هم در خصوص انواع مواد دخانی. اینا حالا بچه‌هایی که خواستن خودشون میتونن برن تو چنل ببینن. از چه زمانی ما برای مشکل فراموشیمون لازمه که حساس بشیم و به متخصص مراجعه کنیم؟ تا یه حدیش که طبیعیه، ولی این اگر انقدر زیاد بشه که توی عملکرد روزانمون دیگه اختلال ایجاد بکنه یا اینکه خلقو بیاره پایین یا با افسردگی و اضطراب همراه بشه، بهتره که از یه متخصص کمک بگیرن و حالا باشه مشاوره داشته باشن. برای شروع برن همون پیش روانشناس یا روانپزشک چیکار باید بکنیم؟ بهتره که همیشه وقتی با مشکلات روانی روبرو میشیم، حالا روانی نه خیلی حاد، حتی همین اضطراب داشتن و اینا، بهتره که اول با یه روانشناس مشاوره داشته باشن. اگر که اون ببینه که نیاز به دارو هستش، ارجاع به روانپزشک میده. پیشگیری و درمان فراموشی به چه صورته؟ یعنی ما کاری میتونیم بکنیم که اصلا دچار فراموشی به عنوان یک بیماری نشیم؟ هر چقدر که آدما کلا بیشتر از مغزشون استفاده کنن و اونو به چالش بکشن، ازش بخوان که مهارت‌های مختلف رو یاد نگه ندارن، ازش بخوان که مهارت‌های مختلف رو یاد بگیره یا اینکه حالا چیزهای مختلف رو به خاطر بسپرن، زیاد به وسایل الکترونیکی وابسته نباشن، بهتر میتونن که از این روند کند شدن حافظه جلوگیری بکنه. در واقع من یه ذره عمیق‌تر شم توی جوابت. این استفاده روزمره ما از تلفن همراه، حالا گجت هایی که وجود داره، خطرناکه برای حافظه؟ اگر بیش از اندازه بهش وابسته بشن که دیگه نه هیچ شماره‌ای بتونن حفظ بکنن، نه خیلی بتونن حالا روی آدرس و اینا فوکوس داشته باشن، آره یعنی خوبه برای ما که اصلا شروع کنیم. ما اصلا شماره شاید 3 تا کلا تو زندگی حفظ باشن و این چیز خطرناکیه، نه؟ اگر
که آره بیش از اندازه باشه آره میتونه خطرناک باشه تو طولانی مدت. یکی از چیزایی که ما تو این برنامه داریم سعی میکنیم باهاش مقابله کنیم برچسب زدنه. حالا چه به دیگران برچسب بزنیم چه به خودمون برچسب بزنیم. معمولا اینجوریه که من مثلا توی روتینم یه چیزی یادم میره، یا اینجوری میکنم من آلزایمر دارم. اصلا آلزایمر چیه؟ هر نوع فراموشی لزوما آلزایمره؟ نه، فراموشی انواع مختلفی داره. آلزایمر یه بیماری پیشرونده است که حالا توی سنین پایین واقعا وجود نداره. خیلی توی سنین بالاتر کم کم ممکنه که مبتلا به آلزایمر هم بشن. بالاتر یعنی چی؟ یه ذره حدود 60 سال. حتی الان خیلی اومده پایین‌تر این سن شده، از 55 سال به بالا و اینا، ولی قبلا حتی این عدد بالاتر هم ممکن بود از 70 سال به بالا باشه، ولی الان هی اومده انگار این سن آماره اومده پایین‌تر. توی آلزایمر ما سلولای مغزیمون تخریب میشه و باید واقعا توسط یه متخصص بررسی بشه و بهتون بگن که شما مثلا مبتلا به آلزایمر شدین. ممکنه که اون فراموشی دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا ممکنه ضربه به مغز وارد شده باشه یا حالا تغذیه مناسب نباشه. دلایل مختلفی داره و همه اینا واقعا لزوما آلزایمر نیست. پس اصلا یک بیماری خاصه این آلزایمر؟ دقیقاً همینطور. یک تیپ نیست، یک سرشاخه نیست، مثل خود فراموشی نیست. فراموشی یکی از شاخه‌های کوچیکش میتونه مثلا آلزایمر. دقیقاً همینطور، یکی از انواع فراموشی آلزایمره. مراحل اختلال فراموشی، من آکسان گذاری میکنم رو اختلال، خاطر اینکه میخوایم ببریم سمت بیماری شدن و خطرناک شدن. چیه؟ یعنی از کجا شروع میشه؟ میتونیم جلوشو بگیریم؟ نمیتونیم جلوشو بگیریم؟ و آخرش کجاست؟ اختلال آلزایمر اول با علائم خیلی خفیفی شروع میشه. حالا یه سری از جزئیات رو شاید ما فراموش بکنیم، ولی این وقتی که هی شدیدتر میشه ممکنه که آگاهی به زمان و مکان رو از دست بدیم و یکی از دلایلی که توی آزمونای حافظه ما آگاهی به زمان و مکان رو بررسی میکنیم دقیقاً همینه. یکی از معیارهای خیلی مهمه توی یعنی چی این معیارهای؟ که اون فرد میدونه الان کجا هستش، میدونه که خودش اصالتا کجایی هست ولی الان کجایی. ممکنه که شخص مثلا اصفهانی باشه ولی الان توی تهران ما داریم ازش آزمون میگیریم، بهش میگیم تو کجایی هستی و به ما برمیگردیم مثلا که اصفهانی یا اصلا یه شهر دیگه ای رو میگه. این میشه آگاهی به مکان، یعنی که حالا ما الان کجاییم، بیمارستانیم، کلینیک کجاست. آگاهی به زمانم این که الان چه وقتی از روزه. یه وقتای اولای حال آلزایمر ممکنه که فرد بگه که مثلا ما اول سالیم بگه آخر سالیم، ولی دیگه یه وقتی این انقدر پیشرفت میکنه به فرد میگیم که الان چه وقت از روزیم، ظهریم، ولی میگه شبیم. یعنی انقدر این میتونه هی پیشرفت داشته باشه این بیماری. در چه مراحلی ما میتونیم این فراموشیه رو کنترل کنیم یا اصلا اگه میشه درمانش کنیم؟ همونطور که گفتم آلزایمر و دمانس کلا مراحل مختلفی داره، یعنی مراحل ابتدایی داره تا پیشرفته و این کلا یه بیماری پیشرونده هستش. توی مراحل ابتدایی یا نهایتا حالا متوسط باز باید اون نشونه ها بررسی بشن. توی مراحل اولیه و متوسط میشه که براشون یه درمانایی رو در نظر گرفت، مخصوصا اگر که حالا دلیلش سبک زندگی ناسالم باشه یا استرس باشه و اینا. الان تو حرفت گفتی دمانس، این دمانس چیه؟ دمانس یه جور اختلال روانیه که توی حالا سنین خیلی بالا وقتی که افراد سالمند میشن ممکنه که درگیرش خیلی بالا رو الان چی تعریف میکنیم؟ ممکنه 60 سال به بالا باشه، 65 سال به بالا باشه. خیلی بالا حالا منظورم اینه ممکنه هم اصلا از 90 سالگی شروع بشه، یعنی خیلی نمیشه دقیق گفتش توی این سن شروع. بازه دقیق پس تعریف نمیشه. دقیقاً، ولی توی سنین پایین تو جوونی و میان سالی واقعا افراد درگیرش نیستن. وابسته به سن کاملا 100%. دقیقاً درسته. این مراحل مختلفی داره که حالا با تستایی که گرفته میشه که این مراحلش رو تقریبا تشخیص داد که تو مراحل اولیه هست، متوسط، پیشرفته است و چجوریه و مداخله‌ای
درمانی متفاوتی داره. این چجوریه دیگه؟ چون کهولت سنه دیگه دوا درمون و نمیدونم کنترل و اینجور چیزا نداره. دمانس که کلا گفتم مراحل مختلف داره، ولی بیشترین کاری که داره براش انجام میشه دارو درمانیه. توسط روانپزشک یه سری داروها براشون تجویز میشه که حالا روی تقویت حافظه‌شون کار میشه. ولی شما فکر کنم داری تخصصی روی این قضیه کار میکنی. اونجوری که حالا من چک کرده بودم مثل که یه برنامه‌هایی در این زمینه داری. این چه جوریه؟ الان باهاش صحبت میکنی یا برنامه دیگه بسازیم؟ نه یه برنامه دیگه بسازیم. به خاطر اینکه حالا تا الان روی اینا مداخله روانشناسی زیاد انجام نمیشده. یعنی در حد اینکه اگر مثلا حالا افسرده شده باشن توی اون مراحل اولیه روی اون افسردگی کار میشه، روی دمانسشون به صورت تخصصی کار نمیشده. خب همه ما تو نزدیکان خودمون سالمند داریم بالاخره. یه سری ویژگی هست توی سالمندا تقریبا مشترکه. مثلا یه قصه رو 1000 بار میگن، مثلا میان یه چیزی رو تحریف میکنن توی خاطره بودی و اصلا یه جور دیگه داره تعریف میکنن. این چیزایی که این شکلیه ربطی به این قضیه فراموشی داره؟ ممکنه ربط داشته باشه، ممکنه هم ربط نداشته باشه. کلاً فردی که پا به سن میذاره دوره سالمندیشو شروع میکنه یه چالشایی داره، خیلی بهش توجه نمیشه. حالا نمیدونم فقط تو جامعه ما اینجوریه یا همه جا اینجوریه، ولی خیلی بهش توجه نمیشه. مثل اینکه فردی که سالمند شده یک سره داره تمام زندگی خودشو با خودش همیشه مرور میکنه، ببینه که اصلا زندگی مفیدی داشته، کارهایی که کرده درست بودن غلط بودن، یه جورایی داره کارنامه و معدل میگیره از زندگی. دقیقاً به خاطر اینکه بدونه که الان تا به این سن رسیدم، الان آدم مفیدی بودم، کار خوبی انجام دادم یا نه. به خاطر همین خیلی کلا توی خاطراتشون دارن اینا زندگی میکنن. ممکنه اصلا دلیلش آلزایمر نباشه، بدونه که برای تو 1000 بار اینو تعریف کرده، دلش میخواد یک بار دیگه هم بشه. دقیقاً. و اینکه کلا آدم سالمند معمولا رو به تنهایی میره، خیلی احساس تنهایی توشون غالبه. ممکنه که با این کار دارن سعی میکنن یه همصحبتی برای خودشون داشته باشه. پس نمیتونیم برچسب این چیزو بزن. نه صرفا فقط با یه خاطره تکراری تعریف کردن نباید اصلا این کار انجام. ببین توی فضای مجازی ما کلا کلی تست داریم توی هر حوزه‌ای، تست‌های اینترنتی. در خصوص این مطلب فراموشی هم یه چند تایی تست دیدم که تو فضای اینترنت وجود داره و اینا. رو اونا میشه حساب کرد یا نه واقعا بهتره که از همون اولش بریم سراغ یه متخصص؟ تستایی که توی حالا فضای مجازی سایت‌های مختلف و اینا وجود دارن واقعا اعتبار علمی خیلی ندارن و حتی اگر شما بیاین یه تستی که حالا توسط متخصصا هم داره گرفته میشه از خودتون بگیرین و صرفا فقط یه سری نمره حساب کنین ببینین نمرتون به اون میخوره یا نمیخوره، بازم قابل استناد نیستش، به خاطر اینکه معیارهای مختلفی وجود داره و باید حتما توسط متخصص شما بررسی بشین.